یک سوال است. چرا بعضی مردم خودشناسی ملی ندارن؟ ما میتونیم اونا رو گناهگار کنیم. چرا در یک سطح محل میستد؟ چرا ایگویست است، خود پرست است، همه چیز میخواهد برای فقط خودش باشد؟ چرا افضلیت یگان محل میخواهد نسبت به محل دیگر نشان کرد؟ چرا افضلیت یک اگر ملتش بشناسد، افضلیت یک ملتش بر ملت دیگر نشان میدهد که ملت گرایی میشن؟ چرا چنین است؟ چرا بعضی ها چنین شدن که از ملت خود رو میگردانند و فهمیشات بلندتر میگیرن، گویا یعنی که میگن که در مثلا بعضی دین ها ملت نیست. آیا اینا درست است؟ درست نیست؟ چیکار کنیم به حاضر ما خوش و شعور و فهمیش خودمان چندیر کنیم گیبکی، یعنی هم بتونیم که در سطح ملت باشیم، هم در سطح عائله باشیم، هم در سطح جهانی باشیم، هم در سطح فهمیش دینی باشیم. لیکن جاش آمد همین شعوری ما بتواند که به چی بیاید؟ به فهمیش گویم که محل، به فهمیش عائله، به فهمیش حق خودش در گویم میشود. یگانه چیزی که آدم عوض میکنه این اطلاع، دانشه. برای اینکه آدم بفهمد، شعورش وسیع شود، باید دانش لازمی بگیرد. و یکی از دانش‌های لازمی که میگیرد این چی است؟ این شناختن خودش است. خودش باید بشناسد. برای این خودشناسی اول از چی سر میشد؟ کودک تولد میشد، کی را میشناسد؟ یکم مادرش میشناسد. برای مهر مادر در ما چی است؟ در ما سخت است. یکی از سبب‌هایی که ملت ما آداب دارد همین اثرات تربیت مادر است. مادر دائم نصیحت میکنه این کارو نکن، اون کارو نکن، جنگ نکن، فلان کارو نکن، این کارو کن، خوبتر است. یعنی در شعور مردم ما برای همین اثرات مادر زیادتر است و ما مادرنامه داریم. خلاص ما مادر را به یک زینه مقام خیلی عالی میگذاریم. آن چیزی که در فرهنگ ملی ما هست، یعنی مادر در اون سطحی که قرار دارد در دیگر ملت ها کمتر دیده میشه. برای همین یکم قدم این شناخت مادر است. آیا یک بار فکر کنید همون مادری که برای ما و شما خون خودش دریغ نداشت، شیر خودش دریغ نداشت، مهر خودش دریغ نداشت، وقت خودش دریغ نداشت، غذاش به ما داد، لباس برای خودش نخرید و ما خرید، خواب خودش نبرد و ما را خوابانید، در کدام حالت حالا قرار دارد؟ آیا شما یک بار مادر خود میپرسید؟ اگر زنده نباشد در حقش دعا میکنید؟ اگر زنده نباشد به خاله‌هایتان مناسبت دارید که حدیث رسول اکرم از خاله به جای مادر است؟ آیا شما دوگانه‌های مادراتون کسانی دوگانه‌هاش بودن حتما مناسبت دارید که باید که رحمت به مادرت که چنین فرزند تربیت کنید؟ یک بار به خودتان سوال کنید. ببینید سرمان پایان میخورد از آن که ما خودمان در پیش مادرمان گناهگار حساب میکنیم. چرا که بسنده لازم به آنها چیزی که در کار است نمیدیم. مادرای اکثر مادرایی که مثلا پیر هستند میدونید چقدر آنها عذاب میکشند، درد دارن، غم دارن، بیخوابی دارن، خوراک حل کردن نمیتونن، حرکتشون قین است، خواب رویشون قین است. یک بار پرسیده من مادرای جوانی که هنوز در فعالیت کاری هستن که در نظر ندارم. امروز چیکار کنید؟ امروز یکم قدمی که شما خودشناسی کرده بودید، مادر خود شناخته، شما فرزند اون کس هستید، زنگ بزنید اون اگر دور باشد، اول پرسی کنید، از مشکلاتش پرسان شید، چقدر میتونید کمکش کنید. بهترین خیرات و بهترین صدقه برای هم مادر خود است. با یک تبسم، با یک سخن خوب، و نیم تا خرما و نیم تا قند شاید خرسند شد. یکی از رفیقای من وقتی گفت میخواهم کارهام پیش رود، گفتم که رو مادرت در دستش پول بیتی. گفت که مادر من نابینا از پول برای چی لازم است؟ من گفتم که کارت نباشه دعا گیر. گفت یه هفته پس رفتم
تمام کودک‌ها بیبی جانش میگن. یک دو ماه پس دیگر رفتم، تمام استودنت هایی که از خشت تبارمون از خواهر و اپا و دادار هست در گردش جمعن، از او رهپولی میگیرن و او بیبی جان شده است. همه اون دقت نتیم. بعد چند وقت رفتم دیدم که از خشت تبارایی که شوهراشون در اصل مشکلات مالی دارن در گردش جمعن، چون که او با اونها صدقه داده است، خیر کرده است. بعد دید کاری های من پیش رفت، برادران دیدن کارهای من پیش رفتن و هم گرفتن مادر کمک کردن و مادرم یک بار سرپول شد. این تصور کنید آدمی که یک عمر پول داشت که مادر یا پدر در دستش یکی به پول میشد، امکانات ندارد. بعضا برای هم میگن که پول خونی شخصیت است، قوت شخصیت است. هیچ گپ نیست که در دستشان داشته باشه، هرچند که لازم نیست به آنها. لیکن کسانی هستند که آنها میتونن باز همون حالتی استاتوسی اجتماعی خود نگاه کنند. این یک مسئله. میخواهید دیگرگون شوید، میخواهید زندگیتون دیگر شود، یکم قدم از همین سر کنید. خوش بر حال کسایی که باز از خفای آن هست که مادراشون از کمک کنند، توبت کنند، نگاه و بین کنند. اینا آدمای بهشتی هستند. بهشت از زیر پای مادران است. رسول اکرم خصوص. دویم قدم، البته پدرمو به نظر میگیریم. دویم کسی که ما میشناسیم کلانتر میشیم، ببینیم خودش قربان میکند، روزی دراز کار میرد میبیارد، خانه با یکون چیز ببین پدر است. هرچند که لایق هم نباشد، لیکن پدر است. چون که رسول اکرم چی گفته است؟ گفته است که پدر اگر خوب باشد خوب بانی کن. چقدر درست یا نادرست یا صحیح یا که یعنی که ضعیف بودنی حدیث من نمیدونم، لیکن من اینو خواندم. چون که پرتافتنش چی خوب نیست. ممکن است چقدر امکان باشد پرسیدن نکن، نشد هیچ گپ نه. شما این کار از برای خدا نکنید. سوم خودشناسی که سر می شود این از عائله هست. آیا یگان بار برادراتون پرسیده؟ اول پرسی کردی؟ آدمی هست فهمیشاتش در عائله خودش است. همه چیزه برای کی میکند؟ برای عائله خودش. اگر زنی که همین فهمیشات داشته باشد، چون 3 دختر با برو توی کرد، میگن که چی از بهشتی هست؟ با گفتن ما 3 تا نداریم، با گفت 2 تا هم میشن، با گفت که 3 تا هم میشن، یعنی که 1 تا هم میشد اگر که یعنی که با آبرو توی کند. حتی پدری که فکر میکند عیالش صدقه بهترین، میگم این به عیال خود است، خانواده خود فکر میکند. من بهشتی از به همین فهمیشات، لیکن این معنا ندارد که همین قطعی فهمیشات میایستد. با فهمیشات جهان بینی چی میشه؟ با وسیع‌تر است. و شما میدونید که خشت بار داره 2000 خشت بار دارد به حساب میامد. ما از اینها 400 کشه میشناسیم و 40 نفرش رفت آمد داریم و در مصیبت مشکلات ها بودن ما و شما همراهشون و در خورسندیشون لازم است. کی یکم میبیاد در اطرافت میایستد وقتی مشکلات داری؟ خشت بار دوستای نزدیک و شما یکم فکر کنید که بدون این که با خشت بار هست فهمیشه خشت بار آدمی است برای اولادش است. هر یک اولاد یک آدمی با قوت دارد. این هم خوب است که اولادش نگاه کنند، لیکن در برابر اینکه اولاد نگاه کردن، خشت بار نگاه کردن، فراموش نسازید از مسئولیت های باز بالاتر. مسئولیت های بالاتر این دوستا هستند. شما میدونید که دوستا دارید. مثلا دختور است، طبابتت نکند، یاردمت نکند، راه نشانت میتید، لیکن اگر تو درست اجرا کردی صحت شدی، باید دوستت میشه. دوست همان است که در شعوری تو دایم هست و با پیش نظر میبری وقتت خوش میشه، نسرینت نقد میشه. یعنی که بگیم که از او چی داری؟ از او یک امید داری، میدونی که در بعضی کارها از دستش میاد کمکت میکنن. به هر حال بدونید که دوست داره و کودکسی دوستی هست. خیلی دوستی کردن نکن. باز از حد زیاد گذرانن دوستی را چی میشه؟ مشکل میشه.
و خانه دوست بسیار مرو کی خوبت خور میشه و پشیمان میشه. میگه این چیز نشان داده اون است که باز نازکی خودش قاعده و قانون خودش داره. شما آیا میدونید که دشمن دارید؟ نه همه میتونن شما را دوست دارن. لیکن از همه خوب دشمن دانا هست. هر زمان مجبورت میکند که چی شوی؟ اون کارهایی را کنی که تو باز از اون کس خودت محافظت کنی. نگاه کنید. دشمناگی طرفی منفی هم دارد، با دشمناگی طرف چی هم دارد؟ مثبت هم دارد. خواهی نخواهی، این خیلی نیست که شما را یک خیلی دوست دارن. همه شما را دوست دارن. کسانی هستند که شما نظر میگیرن. طبیعتتان راست نمیگیرن. در جای شما چیزی میگوید که شاید با اون کس راست نباشه. ولی کسی دشمنی با عقل دارد خیلی منفعت دیده است. با اون کسایی که مثلا حالا ما میبینیم حتی دشمنی هم کنن، حقارت میکنن، گپ‌های قبیح میزنن، چی در داخل اینترنت چی در مناسبت بدونید که برای هیچ کس نیستن. و احساسات منفی خودشون میپرتن و شما هم زیان هم رساندن رو نمیتونن. چون که چنین آدمی که حقارت میکنه در یاد گیره. خداوند هم او رو بد میبینه. آدمی که زبانش اصلاح نکرده است خداوند او رو بد میبینه. یعنی که اون نه تنها دشمن تو هست، او دشمن کی است باز؟ او دشمن خدا است. و چون این آدما جواب نده. چون که خداوند فرض کرده است که شما حقارت نکنید. مقدسات یعنی خدایان بود پرستان کسانی که مقدسات خودش دارد بدون مقدساتی که شما دارید. چون که او میتواند طرف شما هم حقارت کند. برای من است. کسی چی مقدساتی دارد حقارتش نکن. احترامش گذارید حقارتش نکن. برای که وای میتواند همون رفتار کند. اکنون میبینیم دائما میگفتیم که محلگرایی دیگر است ولی دوست داشتن وطن از محل سر میزنند. باید محل تا آباد کنید. پیش خانه خودت آباد کنید. از ناحیه‌ای که تولد شده امکانات داری کمک کنید. لیکن وقتی که افضلیت یکی چیز میکرد و گوییم که اون نظر که منفعت‌های ملی را به نظر نمیگیرد و محل از منفعت‌های ملی بالاتر میگذارد، این محلگرایی است. محلی که جای تولد شده دوست داره و قدر امکان باشد آبادش کنید. چون که آدمانی که در درون اون محل هستن این کار را کردن نمیتونن. چون که اونها فهمیشات عائلوی دارن و برای عائله خودشون کار میکنن. انا کسی که بلندتر و وسیع‌تر میشود در سطح ملی میبیاد وطنش آباد کنی وطنش از محلش سر میکنه. ولی بار دیگر میگم که افضلیت نسبت به چیزهایی که در مقدسات ملی هستن باید نباشد. یعنی که از ملت بالا از منفعت‌های ملی باید بالا نگذارد محلش. مثلا یک جا شما میدونید که انا همونش یک کارخانه دارد، مثلا معروف یک کارخانه دارد، در اون کارخانه میگیرد بچه خودش میماند، بعد یک سال کارخانه بانکرات میشه، مفلس میشه. منفعت دیدی یا نه؟ لیکن یک آدمی هست که بگذار از واروخ باشد ولی اون متخصص است. معروف میگیرد متخصص در جای کاری میماند و اون کار همون فابریکش، زوادش، کارخانهش در سطح جهانی میبراید. یعنی رقابت پذیر میشه. این خوبتر نیست؟ البته خوبتر. بگذار اون کسی را که دوست می‌دارید نزدیک خویش ببرید جایی باشد که مثلا برای او لایق است. وقتی که انسان در جایی که اون مقام خود نیست، لایق نیست، او زیان میرسونه. مفهوم دیگر ببینید. نبیاییم ما فهمیدیم، آباد کردیم، فهمیدیم که ما باید خیلی تصور کنید شما از یک ناحیه باشید و هم ناحیه هاتون بیایند و کمک پرسند و تو گویی که من منفعت های ملی دارم شما را کمک کردن نمیتونم. اونها رو باید به خوبی واخور و به قدر امکانی که میتونید کمک رسان و هیچ گپ نیست که یک مناسبت خوب کنی. اگر نکنی میرون خودش گرفته است، آدمگری نداره. ولی وقتی که در سطح ملت میبیاید
خیلی سطح ملت میفهم. وقتی خارجه میروی در خارجه نمیگن که تو از کجایی، خارجه میگن که این تاجیک است، تاجیکستانی است. اما وقتی که سطح ملی اومده این یک عائله است، یک عائله کلان. ما میدونیم که تاجیکی ما یک تاجیکستانی ما یک عائله کلانه، یک خانه است در بین چند 300 قریب دولت‌های جهانی. بگیم یک دولت خود ما نداره. انا کن تصور کنید اگر دولت نباشد چی؟ اکثر ملت‌های دولت خودشون ندارن در دنیا خروزورن. برای همین شکرانه کنیم که ما وطن یک پارچه داریم که ما آزاد در اینجا راه میگردیم، هیچ کس پاسپورت ما نمیپرسد، میخوایم کجایی میرویم آزادیم، چی کاری میکنیم کردن میگیریم، خواهی بدخشان برم، خواهی خوجند برو، خواهی باختر برو، خواهی ایسار برو، یعنی که در این یک مانعگی در تو نیست. انا همین ای وطن. اگر در روسیه باشی هر قدم میپرسند از تو حجت، هر دیگر دولت میپرسند از تو حجت، یعنی که تو حس میکنی که در بالای تو یک فشاری هست. برای همین نگاه کنید اگر وطن تنج نباشد خانه تنج بودن نمیتواند. اگر در وطن جنگ باشد فرزندت جنگ میبرند. اگر جنگ در وطن باشد سببی بیوه موندن اکثر زنها میشه، سخیره بودن یتیم شدن بسیار کودکان میشه. اینا فهمیدن در کار. او آدمی که در کخنه خودش هست یا فهمیش که در یک خارجی است یا در دیگر جایی است که یک عقیده هایی دارد، میخواد اون عقیده ها رو با واسطه برخوردی مثلا قوم ها کنند و مقصدش برسد، اونها خطا میکنند. اونها نمیدونن که در پای خود تیشه میزنند. یعنی که شما عادی بدانید جنگ، مناقشه ها همه وقت بدبختی میاد. کسی کلانتر است میدونه دیدم هیچ وقت هیچ نگذارید که از در فکرتون نگذارید که وطن ما به جنگ گرفتار شد. هیچ خانه هیچ عائله آباد بودن نمیتواند اگر در وطن جنگ باشد. ماهانه کم میشد، خیلی نفقه دادن نمیتواند، مکتب ساز کار کردن نمیتواند، تکنولوژی وارد نمیشه، برق خاموش میکنند. اما مبلغی که در آبادی دولت میاد در جنگ میرود، این برای ما و شما لازم است. آبادی رفته است، ما دیدیم دوم خانه‌های تمام ساخته، راه‌ها ساخته است، زوادها ساخته است. انا همین پاس بداره و مفهوم دیگری که در آدم‌ها هست، این یعنی که فهمش دیگری که هست، این فهمش جهانی بشر. مثلا یک تا امریکایی میبیاید خفه میشود که پیریخوی ما آب شدن. برای چی باید ناراحت میشد از آب شدن پیریخوی ما؟ برای میگه که آب در سطح زمین چی میشد؟ کم میشد. من تصور کنید که مسئله آب پیشوای ملت ما محترم امام رحمان برآورده است. در روی زمین یک مقدار معین آب هست. این آب در دوره حضرت نوح فرامانگه از آسمان. علم میگه که با یخ بر این آمده است، لیکن ما میدونیم باران قطعی 40 روز بارید به درجه‌ای که اگه تصور کنید اون وقت دیگه آب‌های ما گیزری بودن. آب در بدخشان است که از قهر چی زمین حاصل میشدن میآمدن. آب‌های روی زمین نبود. اما آب‌های روی زمین وقتی که آب‌ها تقسیم شدن، پیل یخ شدن، ابر شدن، بالای زمین ده آب زیر زمین. آب 4 تقسیم خشکی ها پیدا شدن. اگر همین پیریخ ها آب شوند، آب روی زمین چی میشد؟ کلان میشد. بعضی دولت ها با مانند انگلیس، امریکا زیر چی میمونند؟ زیر آب میمونند. برای ما چیکار میکنن؟ بعد میبیان قطعی ما زندگی ما کجا روند؟ بعد میگه گوش کن، یا که بجنگ یا بازاری یا بازار میبیاد، میگه من اونجا باید زندگی کنم، کجا روم؟ یک سلیدر است، یک بگویم که دیگر فهمی جهانی هست در روی زمین. اما بعد باید چیکار میکنن و خلقهای دیگر را کمک میکنن. ما ندیدیم که راه نتیان. افغانستان گریزه شدن یک زمان مردم ما میگوید قبول کردن. حاضر اوایل چی شدستن؟ چی قبول کردیست؟ یعنی که یک چیزی گومانیسم انسان پروریه. انا تو نگاه کنید. وقتی که آب روی زمین بسیار شد، آفتاب تاثیر میکند، بوغ میشود. در اطراف زمین یک
مثال مقدار آب که رطوبت که زیاد شد، گرمیه که از زمین میبرد آسمان نمیرود، در درون میماند. زمین چی میشه؟ گرم میشه. اگه فهمیدید برای چی گرم شده؟ با بغیر از این ماشین ها، زواد ها، لیکن عقیده اساسی ما در آن است که همین شب شهرهایی که در گیران هستند که سلیتاشون بالا اگر نگاه کنید، انا همین سبب گرمشوی روی زمین یکی از سبباش که شهرها اگر از آسمان نگاهشون کنید مانند ستاره هستند در روی زمین. برای همین گویم که لامپچکه های کم مصرف استفاده برید. حتی یک تا شما در خانه‌تون استفاده هم برید که وای روی زمین شاید کمتر سبب شاید گرم شود. یوبه بغیر از اینکه ما میبینیم که آب در ما پرابلم شده است، خشکسالی شده است، پیرخ آب شده است، قسم از آب بخار شده کیهان میرود. یک مسئله را ما گفتیم، مسئله اولی بسیار شدن اهالی و مثلا پرابلم های آب و پرابلم های مناسبت و پرابلم های غذا، چون غذا خوردن قدر مردم خدا رسیده دهنده است، پروا نمیکنه، اینه که به هر حال دقته. آب که بالا که رفت در روی زمین آب کم شدن میگیره. آب با تیلا برابر میشه. همین نفتی که روز قیمت است که ولی روز ساعتش میبیاد یک بخلشکایچی $1 میخرید. آب یک بخلشکای آب $1 میشه. این خدا دانه است. البته خیلی رفت از دنیا رو میدونه. ما برای همین شکرانه کنیم که آب در ما بسیار نعمتی که ارزان کرده است خداوند. وقتی که این فهمی شد در شما پیدا میشد، میدونید چی فکر میکنید؟ مواد شما فکر میکنید که این نبیره من چیکار میکرده باشد؟ من خیلی علاج کرده زندگی من میبرم، بچه‌های من چیکار میکنن؟ بعد 50 سال بعد 100 سال نبیره ها چیکار میکنن؟ انا این فکر کردم در کار. وقتی که این فکر وسیع شد، آدم فکر جهانی میکنه، دنیا را فکر میکنه. اونجا یه برگ نمیکنه دیگر، میگو این برگ هوا میداده است، آب بهوده صرف نمیکنیم، برگ ها را نمیسوزانی در کوچکی هوا را ویران نکنن. ماشینت که خودش دیدی که دودش غوص هست، رفته خودت ریمونت میکنی، نمیگوی که این میلی سر 10 سوم میتین خیمه را سر میکن و گایشنی که بفهم باز میگه که نه 10 سوم تا رو ماشینت ریمون کن. برای که این مفهومی وسیعه. اکنون شما یک تاجیکستان فکر نمیکنید، شما وسیع فکر میکنید. اکنون دیدید که پیشوا ملت ما چه خیلی اندیشرانی دارد، اندیشرانی جهانی دارد، فکر جهان میکنند. مسئله آب در سطح لازمی گذاشت. اکنون ما و شما باز اطلاعات خوب گرفتیم، از زمین برآمدیم، بیرون شدیم از زمین، ما شعور کیهانی پیدا میکنیم. ما میگوییم که با این کیهان مناسبت کردن مونده کن. یک مناسبت از ایلان ماسک میگوید که راکت میسازیم میکوچانیم آدم ها را. شاید ما نترسیم از آن بسیار شدن آدم ها. چرا نترسیم؟ شاید آدم چقدر مقدارش بسیار باشد مانند همسایه ما مملکت چین. تفکر و اندیشه و حاصلناکی عقلانی آدم ها زیاد شود که ما تیزتر با دیگر سیاره ها بکوچیم و بگوییم که یک شهری ساختیم در مرز، نامش دوشنبه دوای. ما اونجا میریم چیکار میکنیم؟ خیلی محکم کردگی هستیم، کیسلارود پر کردیم هوا را و میریم یک چند روز تماشا میگیریم. بعد میگوید که ملاقات میگه اونجا رفته یک چند روز دم گیر، باز بیا هوای مرز بگیر. چرا نه؟ انا از وقتی که جهان بینی ما وسیع میشوند، این یک نمود مناسبت با کیهان است. و باز دیگرش چی است؟ دیگرش اون است که ما با شعور کیهان باید آشنا شویم. شعور کیهان صاحب کیهان است. ما اون رو میگیم خداوند. انا در اینجا آدمی که به سطح جهانی میبیاید، فهمش دینی برای وی آسان است، خدا را خوبتر میشناسد و یک فرمت مناسبت به خداوند این فرمت محمدی است. یک فرمتش فرمت عیسوی است، خریستیانو. یک فرمتش فرمت بودایی است، یک فرمتش هندویسم است، مثلا یودئیسم است. اینا میگن به خداوند، به شعور کیهان این خیلی مناسبت کنه.
انتخاب از شماست کدام مناسبت میگیرید. هیچ کس شما رو مجبور نمیکنه. اگر آدمی که در سطح خانه‌اش هستی فهمیشات هم میتونه که برای خانه‌اش میکند، در سطح ملتش هم دستگیری میکنند، در سطح جهان است، ولی آدم شعورش وسیع بسیار شد، مناسبتش به خداوند خوبتر میکند، درستتر میکند. دین بر او فایده میارد. بعضی آدمی که فهمیشاتش وسیع نیست، دین به او زیان میارد، مشکلات میکند زندگیش. دین سهل و آسان است، گفته رسول اکرم. آسانش بگیرید، مرکبش نکنید، سیاسیش نکنید. او برای مناسبت خودت و خدا هست. اون خودت فردی، خودت خطی مناسبت میکنید با خدا. تا جامعه اطلاعات لازمی نگیرد، فهمش وسیع نگیرد، اگر فهمش های دینی را بالاش بار کنی، او قبول کردن نمیتواند اون جامعه. بعد کارهای پنهانی سر میشود. نمودش دیگر میکند به طلبات تو، ولی باطینش چی هست؟ باطینش دیگر است. خودپرست است، ایگویست است، برای خودش همه را کش میکند. پروای دیگران چی ندارد. آیا در خانواده شما یگان کسی هست که فقط فکر خودش میکند؟ دیگه میخواد بگذاروش پدر باشد، شوهر باشد، برادر باشد، پسر باشد، کسی نباشد، خویش باشد، فقط خودش فکر میکنه، در غم دیگران پروا ندارد. با اگر پیش روان چی پرسی میگه عیب خودت، تو خودت گناهکاری که چنین شده، دلسوز نیست، مهر ندارد، محبت ندارد. هرچند که اگر اطلاعات درستش بدی از ایگو، از منش خلاص میشه و میشه کمک کردن. میگه فکر نکنید که برای آدم نمیشه. بعد میگوید ما، یعنی که در نظر دارد اکنون خانواده خودشه، اولاد خودشه، محل خودشه، ملت خودشه و بشر در عموم. فهمیدید که جهان بینی چه خیلی شده است. در کدام جهان بینی ما خدا را میشناسیم. برای همین تا خداشناسی را خیلی آدم باید چکار کند؟ این زینه ها را گذرد، این زینه ها را پای در هم پشت سر کند که بفهمد. ولی معنا ندارد که آدمی که فهمیش گوین که خانواده های خودش دارد این چه نمیفهمد. همون با فهمیش درک ذکاوت خودش خدای خودش میشناسد مثلا برای خودش. ولی کسی که این چیز واسه فهمید برای دیگران است، برای دیگران اطلاعات میده، برای دیگران چیزی درکاری نمیده. من فکر میکنم که بسنده بود امروز و کوشش میکنید که زینه به زینه روید. در هر زینه شما توانید هم خویش تباری کنید، هم ملت خدا دوست دارید، هم با جهانیان مناسبت کنید، هم با کیهان و هم با صاحبی کیهان. زینه به زینه این چیزا میده. سلامت باشید.